اینجا قریه کوکجر ولایت سمنگان است که مربوط به ولسوالی حضرت سلطان میشه. نوع حمل 1405 ساعت هم تقریبا 11 بجه شب است. خانه خیلی از هموطنان عزیز ما متاسفانه که تخریب شد. متاسفانه دوستا کلا خانه را آب گرفته. خانه است دوستا ببینید که آب ازره کتی و تلفام گرفته و کشیده. خانه را کلا آب لغت کرده. اینجا لط کلا لغت کرده. برق روشن یعنی خانه را میبینین دوستا متاسفانه که کلا چپا شده. او را ببینین کلا آب است. متاسفانه که لایه ببینین کلا اولی را کتی اولی آب گرفته. باش که من بطای ببی بیا میتره بیا خدا نه بری ما دوستا بسیار لایه گل است. متاسفانه که قسمی که میبینین تا کمر اینجا در لایه هستم فعلا. ساعت 2:30 بجه شب است. کلا لایه است متاسفانه. اینی اتاق است. اینی را ببینین کلا لایه گل است. کلا خانه پر لایه شده و گل شده. شب در همه قریه در قریه کوکجر ولایت سمنگان که مربوط ولسوالی حضرت سلطان میشه خانه خیلی از دوستای ما آسیب دیده و تخریب شده. امیدوار هستم که در این قسمت توجه شوه و همکاری های لازم همراه شهروندان و مردم صورت بگیره. ببینیم که بسیار متاسفانه لای خیلی زیاد است. هم تا کمر داخل لای است. اما قسمی که میبینین اینی آشپزخانه است و آن قسمت کلان چپا شده. اگر پیش بریم شاید دیوال سر ما بشینه که خدا نکرده کدام خرابی دیگه نکنه. اینی را میبینین اینی خانه است که در زندگی میکنن. متاسفانه که اینی خانه ببینین کلان آب است. کلان آب است و این خانه کاملا تخریب شده. خداوند متعال تمام هموطنان و دوستای ما را از آفات طبیعی سیلاب محافظت بکنه. متاسفانه که این سیلاب امشب بسیار خساره وارد کرده. خانه خیلی از هموطنان ما را تخریب کرده. این دیوالا را که میبینین دوستا کلان شش چپا شده. ساعت او بلیاز داخل لای موندیم. خو بسم الله الرحمن او بچه بند بودی با قرآن. باور کنین دوستا که کلان داخل لای موندیم. این دیوالا را دوستا ببینین کاملا چپا شده تخریب شده از بین رفته. داخل لای نمانیم دوستا. اگه او طرف پیش بریم نمیبینید که چقدر در لای هستم. نه باید دیوالا چاپ شده که لایق گرمی. دوستان دیوالا را ببینید کاملا از بین رفته. ایسی لازمه وقتی که زمین طرف ما تو هم تو پیش برو که لغت نمیشه کدام میشه
نه دوستا دیگه رفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسفانه که سیل بسیار بچه ولی تاسفانه که دوستا داخل لای مانده. خداوند مثال همه هموطنان ما را محافظت بکنه. ببینین دوستا اینی یک راه فری است دوستا. ببینین اینی یک راه فری است که کامل آب گرفته. کامل آب گرفته. اون خانه مردم است. تو خانه هموطنان ما را امشب آب گرفته. خیلی از دوستای ما میگن که تا شب برای جای خواب کردن امشب وجود نداره. ببینید نده کلا لای است. کلا لای است. کلا لای است. سمت دریا نرفتیم. متاسفانه سیل بسیار زیاد است. گفتیم خدا نکرده نشه که کدام گپ بزرگ نشه. به خاطر ازو دوستو این دیوالا را میبینین کاملا چپا شده. به خاطر که شب است نمیتونیم که داخل ایزی اولیا بریم. یا اولیا هم که رفتیم ازشان اجازه گرفتیم. انشالله که فردا گزارش کامل از این موضوعات هم تقدیم شما دوستان میشه. خداوند متعال همه شما عزیزان را در پناه خود داشته باشه. از نزدیک دریا و جاهای خطرناک دوری بکنین. آفات طبیعی در مجموع در افغانستان در چند سال اخیر قربانی های زیادی میگیره. خداوند متعال همه هموطنان عزیزمون را در پناه خود داشته باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.